والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان عزیز و گرامی، عاشقان بیت الله الحرام در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده شبکه جهانی وصال حق و برنامه رکن پنجم هستید، خدمت یکایک شما سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که همه شما عزیزانی که انتظار زیارت بیت الله الحرام را دارید، زیارتتان را خداوند تعالی تحقق بخشد و متحقق کند. با اجازه شما عزیزان، در آغاز دومین برنامه از سری برنامه‌های رکن پنجم ویژه برنامه حج خدمت جناب استاد فضل الحق سلیمانی عرض سلام و ادب داشته باشم. جناب استاد السلام علیکم. با دومین برنامه از سری برنامه‌های رکن پنجم ویژه برنامه حج خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم عرض سلام دارم و ادب می‌کنم خدمت شما استاد سیغل عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند. و من هم به مانند شما آرزو دارم و دعا میکنم از الله متعال برای همه عزیزانی که دلشون میتپه برای حرمین شریفین و با چشمانی مشتاق و گریان تصاویر این روزهای حرمین شریفین رو که حجاج بیت الله الحرام از هر گوشه زمین به سمت مسجد الحرام روانه هستند و حرمین شریفین، ان شاء الله که همه مشتاقان را الله متعال نصیب بکنه که این حرمین شریفین و این اماکن مقدس رو زیارت بکنن و از نزدیک بتونن که ان شاء الله اونجا دست بلند بکنن برای دعا و ان شاء الله در اون لحظه باز ما از دعا فراموش نکنیم. سلامت باشین. تشکر جناب استاد سلیمانی. خوب بیننده های عزیز و گرامی، در این روزها همچنان کاروان‌های عاشقان کعبه، کاروان‌های زائرین بیت الله الحرام همچنان در حال آمدن به سوی دیار مقدس حرمین شریفین هستند تا اینکه روز هشتم ذوالحجه فرا برسد و لحظات مناسک حجشان را آغاز کنند. همان گونه که خدمتتان در برنامه قبلی هم عرض شد، شبکه جهانی وصال حق تعهد کرده است که با آن عده از عزیزانی که امسال به هر ترتیبی که شده از زیارت بیت الله الحرام محروم ماندن و نتانستند که به دیار مقدس حرمین شریفین به زیارت بیت الله الحرام و زیارت مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نائل شوند، فضای روحانی و فضای معنوی و ملکوتی این مناسک بزرگ اسلامی و این همایش بزرگ مسلمانان را به خانه های شما عزیزان نقل بکنیم و در این برنامه تلاش میکنیم که به موضوعات مختلف مرتبط به حج و درس ها و پندها و حکمت های برگرفته شده از دانشگاه حج بپردازیم. در این برنامه موضوع ما محراب حج، محراب توحید است و شاید اولین پرسشی که در ذهن
شما عزیزان هم خطور کند است که چطور میتواند که حج محراب توحید قرار بگیرد. و عین سوال و عین پرسش در ذهن ما هم شاید لحظات پیش خطور کرد که این سوال ما راجع می سازم به جناب استاد فضل الحق سلیمانی که نامی برنامه ما جناب استاد حج محراب توحید. آیا میتونه که حج محراب توحید قرار بگیره قبل از مثلا نماز، زکات، روزه و دیگر ارکان اسلام؟ الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. درباره موضوع حج و اینکه حج به عنوان محراب توحید معرفی شده، بدون شک وقتی که ما نگاه میکنیم به موضوع حج، بحث حج و عظمت حج و وسعت حج و عبادت هایی رو که حج در بر گرفته، ما اگر مقداری در باب حج، تاریخچه حج و همچنین درباره اون مکانی که حج برگزار میشه دقت بکنیم و بررسی بکنیم، به جواب سوالمون دست پیدا خواهیم کرد. درباره اول از خود مکان اگر بخوایم نگاه بکنیم، بحث توحید وقتی که مطرح میشه، ما ببینیم تاریخ توحید، در تاریخ توحید از زمان آدم علیه السلام تا به امروز، وقتی که صحبت از توحید میشه، وقتی که صحبت از یگانگی الله متعال در عبادت میشه، وقتی که اصلا عبادت خالصانه برای الله تعالی مطرح میشه و خالص گرداندن عبادت برای الله تعالی، یک مکان رو الله متعال مطرح میکنه که من اولین مکانی که برای عبادت انسانها روی زمین بنا کردم، یا به تعبیر قرآنی اولین مکانی که، اولین خانه‌ای که برای عبادت انسانها روی زمین بنا شده، خانه‌ای است که در بکه هست. تعبیر قرآنی در آیه 96 سوره مبارکه ان اول بیت آل عمران، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین. الله متعال میفرماد اولین خانه‌ای که برای عبادت، وقتی عبادت الله متعال مطرح میشه، بحث توحید است. اصلا خود عبادت باید خالصانه فقط بر الله تعالی باشه. توحید یعنی چی اصلا توحید یعنی خالص گرداندن عبادت برای الله تعالی. حتی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید که الله متعال وقتی میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم در ابتدای سوره مبارکه بقره در آیه 21، اولین خطاب قرآن، مراد الله متعال این است که یا ایها الناس وحدوا ربکم. وحدوا ربکم در عبادت الله تعالی رو در عبادت، فقط عبادت رو خالص بکنید برای الله تعالی. توحید همین. توحید یعنی تعریف مختصر، چون وقت بحث توحید جناب استاد میشه ذهن بعضیا دور میره. توحید یعنی شما میگن از توحید چه ساختین؟ از توحید یک چیز مغلق و پیچیده و ساختین که فهمش، درکش برای اکثری ها مشکل است. اما قسمی که شما اشاره کردین و در استناد به قول حضرت عبدالله ابن عباس ترجمان قرآن که توحید یعنی صرف عبادت برای الله تعالی، مختصر هر آن چیزی که نام عبادت بر او اطلاق میشه. حالا خود عبادت باز معانی وسیعی داره. عبادت میتونه زبانی باشه، میتونه جانی باشه، میتونه مالی باشه، میتونه حتی اعتقاد و باور باشه. این عبادت خاص برای الله متعال است. چرا؟ چون صفات خاصی داره الله متعال که او رو شایسته خاص کردن عبادت برای خودش گردانده. الان ما وقتی که صحبت از توحید میکنیم، یعنی فقط عبادت ها خاص الله متعال باشه. الله متعال میفهمد من برای انسان ها روی زمین یک خانه درست کردم که این اولین خانه ای بوده که برای عبادت انسان ها روی زمین بنا شده. و اون خانه در کجاست؟ خود الله تعالی میفهمد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. اون خونه است که در بکه هست. بکه نام دیگر مکه است. و از اونجایی که حالا تعبیر مختلفی مفسرین در این وجه تسمیه بکه ذکر کردن که یکیش اینه که هر جایی که دشمنان توحید قصد هجوم و حمله به این مکان رو داشتن، این شهر و این مکان مقدس اونها رو دک کرده. بک هم به معنی دک و بک شبیه هم هستن، یعنی از بین برده. بمانند داستان اصحاب فیل که معروف است و سوره فیل دربارش نازل شده.
و حتی الله تعالی میفرماید هر کسی که در این مکان اراده گناه بکنه، چه برسه که خود گناه رو شروع بکنه، اراده گناه بکنه، از روی تعدی و تجاوز نذقه من عذاب علیم و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم درباره این مکان نازل شده، درباره مسجد حرام است. ما اراده گناه نیست. قانون کلی و قاعده کلی در شریعت مقدس اسلام این است که اراده گناه نیست مگر در یک مکان، و اون مکان مسجد الحرام که الله تعالی میفرماید و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب علیم. اونجا اراده گناه هم گناه حساب میشه قبل از عمل، چه برسه کسی بخواد اونجا گناه بکنه. خلاصه سخن اینه که وقتی که الله متعال از عبادت سخن میگن و از اینکه در این مکان باید فقط الله متعال عبادت بشه، یک مکان خاص رو الله متعال ذکر میکنه که اولین خانه‌ای که برای عبادت مشخص شده. خب چرا محراب توحید نباشه حج که کعبه محور حجه؟ کعبه محور حجه و آنچه که از حج اتفاق میفته حول این خانه مقدس و ماحولش و اطراف این با محوریت کعبه انجام میشه. چرا محراب توحید نباشه کعبه؟ که کعبه یادگار ابراهیم علیه السلام پدر بزرگوار توحید. در بین انبیاء الهی باز به صورت خاص از بین تمام انبیا ابراهیم علیه السلام و اینکه بانی مجدد کعبه است به تعبیر دقیق تر که تجدید بنا کرده کعبه مشرفه رو، و اینکه حج کل جزئیات حج باز برمیگرده یک نحوی ربط پیدا میکنه به ابراهیم علیه السلام و اینکه ریشه توحیدی، تاریخ توحید، اگر به تاریخ نگاه بکنیم توحید اینجا تاریخ و ریشه داره. اگر به عبادت ها و جزئیاتش نگاه بکنیم اینجا ریشه داره و اگر بخوایم داخل بشیم در جزئیاتش که دیگه باز کل موضوع برنامه ما همینه که جزئیات خود حج وقتی میگیم خود حج مصداق عملی توحید است و شعائری که در حج انجام داده میشه نشانه ها و علائم اصلی توحید است و گفتیم که کعبه خودش محور توحید است. فکر کنم وقتی کعبه محور توحید باشه پس میتونه که حج محراب توحید قرار بگیره. خب اگر مناسک حج جناب استاد سلیمانی با پوشیدن احرام یا با همان نیت آغاز میشه و اولین دعا یا اولین شعاری که حاجی بر زبان جاری میکنه شعار لبیک است. اگر از احرام آغاز کنیم که در خود احرام چی نشانه ها و چی علائم و چی مشخصات از توحید نمودار شده است؟ اولین مثلا عملی که واضح هست و آشکار است چه در حج چه در عمره، چرا که الله متعال وقتی که حج و عمره ذکر میشه هر دو تا رو با هم ذکر میکنه و اتم الحج والعمره لله. حج و عمره خالص فقط باید برای الله متعال باشه. ما وقتی که به حج حاجی مشرف میشه به حج و شروع میکنه میخواد بره به سمت حج، اولین کاری که انجام میده چی است؟ اولین کاری که انجام میده اینه که این لباس ظاهری رو از تن خارج میکنه و کل لباسش رو در میاره. برای مردها طبیعتا، خانم ها باز همون با لباس خودشون میاد. برای مردها لباسی که میپوشه این لباس یک لباس سفیدی هست که بیانگر کفنه. این لباس سفید دو تیکه است، یکی رو بارا پوشه، یکی رو به عنوان شلوار استفاده میکنه انسان، که این لباس از دو بخش تشکیل شده که این دو بخشش یادآور کفنی است که انسان داخل قبر میپوشه. یک لباس دو تیکه لباس سفیدی که دوخته نشده و هیچ دوختی در اون نداره. انسان وقتی که در حج و عمره حرکت میکنه و شروع میکنه در اولین قدم با پوشیدن لباس احرام، با پوشیدن یک کفن سفید اعلان آمادگی میکنه برای چی؟ برای سفر آخرت، برای ملاقات الله متعال، برای اینکه با اون عبادت خالصانه‌ای که انجام داده بود به نتایجش دست پیدا کنه، برای اینکه خودش رو برای ملاقات الله متعال که به وحدانیت و یگانگی او رو پرستیده بود خودش رو آماده بکنه. عجیبه که در سوره مبارکه حج ما وقتی سوره مبارکه حج رو بررسی می‌کنیم، سوره‌ای که نصف جزء قرآن کریم رو به خود اختصاص داده، این سوره هم اولین آیاتی که الله متعال در این سوره ذکر می‌کنه چی هست؟ سوره حج. خب طبیعتاً وقتی اسم سوره حج هست
هر آن چیزی که در این سوره ذکر میشه مرتبط به حج است. مرتبط به حج. چه ما بدانیم حکمت او رو چه ندانیم. و الحمدلله تمام آیات رو مفسرین ما ارتباطش رو با حج و دروسی که از این آیات و ارتباطش با حج است برای ما معرفی کردن. اولین آیه که در سوره مبارکه حج هست چی است؟ سوره مبارکه حج وقتی که شروع میشه دقیقاً ابتدای سوره مناسبت داره با اولین عملی که حاجی انجام میده که پوشیدن احرام است. اول این سوره، حالا شاید ما انتظار داشته باشیم وقتی که سوره درباره حج هست مستقیم از کعبه شروع بشه صحبت، یا از حداقل از ابراهیم علیه السلام شروع بشه، یا از موضوع حج شروع بشه، یک چیزی مثل این مرتبط باشه. در حالی که اینطور نیست. سوره حج را الله متعال وقتی که آغاز می‌فرماید اولش است یا ایها الناس. اولا که نمیگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، همه مردم. چون که اینجا وقتی که ما صحبت از کعبه میکنیم، کعبه فقط مال ما مسلمان های امروزی نیست. کعبه مال تاریخ توحیده. کعبه مال تمام ملت هاست. کعبه مال تمام کسانی است که عبادت الله متعال رو انجام میدن. حتی کفاری که روی زمین هستن رو الله متعال از روی رحمت و بخشش خودش و مغفرتش گویی که با این تعبیر اونها رو داره تشویق میکنه به سمت کعبه. ای مردم این خونه مال همه است. هر کسی که بیاد به سمتش با اون اسلوب و ضوابطی که داره. این تعبیر الله متعال فرمود ایها الناس اتقوا ربکم، از خدای خودتون پرهیزکاری پیشه بکنید، بترسید ازش. ان زلزله الساعه شیء عظیم، زلزله روز قیامت، اون لحظه‌ای که دنیا از هم میپاشه، خیلی سخته و سنگینه، خیلی بزرگه. یوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت، اون روزی که کسی که حتی مادری که شیر میده بچه خودش رو ول میکنه، بچه رو میره. اون روزی که الله متعال میفرماید هر کسی که حامل است از شدت اون روز وضع حمل میکنه. اون روزی که مردم رو وتر الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله شدید، مردم رو فکر میکنی که مستن، اینها نمیدونن چیکار بکنن، از بس اینها مدهوشن. الله متعال میفرماید مست نیستن، عذاب الله تعالی خیلی سخته. این آیات ابتدای حج با پوشیدن احرام و ارتباطش با توحید در برابر الله متعال خیلی به هم یک ربط دقیق و ظریفی داره. وقتی که حاجی احرام میپوشه با اتباع و در نظر داشت این آیات اول سوره حج که قیامتی هست، حساب کتابی هست، زلزله سختی در پیش رو هست، یک قیامتی که دوباره حشر میشه انسان بعد از اون، صحرای محشری هست، بهشت و دوزخی هست، از الان خود رو آماده میکنه حاجی قبل از این که فرشته مرگ به سراغش بیاد و دیگران به او کفن بپوشونن، خودش کفن میپوشونه خودش رو تا آمادگی بگیره برای این روز. این روز کی بهش یاد داد؟ این روز از کجا یاد گرفت؟ برای آمادگی برای این روز، جهت آمادگی برای امروز چه کار میکنه؟ عبادت میکنه، میره به سمت اون اللهی که مالک این روزه. از خشم و غضب الله تعالی، از گرفت الله تعالی به رحمت الله تعالی، به مغفرت الله تعالی، به بخشش الله متعال، به اون جاهایی که درهای رحمت الله تعالی باز حرکت میکنه، به امید بخشش چیکار میکنه؟ احرام میپوشه، کفن میپوشه، آماده میکنه خودش رو. الان کسی که کفن میپوشه از خانه و خانواده جدا میشه، از مال و منالش جدا میشه، از ثروت و راحت و آسایشش جدا میشه، داره میره به یک جایی که میبرنش داخل قبر دیگه. کسی مردی رو که قبر میبرن هیچی با اون نمیبرن، اختیار نداره، اجباراً او رو میبرن در یک مکانی میگذارن. حاجی گویی که این کارو میکنه، احرام میپوشه، از خانه و خانواده جدا میشه، از مکان و زندگی خودش جدا میشه، از پست و مقامش جدا میشه، از دوست و آشنا جدا میشه، از ثروت و مالش جدا میشه. الان یک مرگ خودش اختیاری رو گویی نبون اندازه یک تمرینی میکنه برای اون. تمرینی است برای اینکه یک روزی به ملاقات الله متعال میره، فقط هم پیش الله متعال میره، فقط میره خانه الله متعال رو حج میکنه، میره خانه الله متعال رو طواف میکنه، میره اونجایی که الله متعال دستور داده، چون میدونه که غیر از الله متعال کس دیگری به دردش نمیخوره در اون روز قیامت، در لحظه مرگ، در لحظه پوشیدن کفن، در داخل قبر، در بعد از جدا شدن از خانه و خانواده و دوستان و آشنایان و آن چیزی که در دنیا داشت. یعنی فقط الله متعال که به دردش میخوره. این خودش توحیده. یعنی فقط میدونه که ما لکم من دون الله من اولیاء، غیر از الله متعال هیچ کس دیگری نیست که به درد من بخوره در اون لحظه‌ای که کفن میپوشم. برخلاف اون کسانی که خیلی ها فکر میکنن که لحظه مرگ فلانی و فلانی و فلانی و فلانی به سراغ من میاد.
حاجی باش پوشیدن کفن با اون شعار معروف لبیک اللهم لبیک ثابت میکنه عملاً که بار الله ها یک مسیری در پیش روی من هست به اسم مرگ، یک سفری من دارم، یک قیامتی خودت فرمودی ابتدای سوره حجت که در این سفر غیر از خودت اگر نباشی به ما کمک بکنی، اگر رحمتت نباشه، مغفرت و فضلت نباشه، هیچ کسی از بندگانت نمیتونه به درد ما بخوره. جناب استاد شما از اولین شعاری که حاجی به زبان جاری میکنه لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك، از لبیک ذکر کردین. البته شاید برخی ها بیگمان باشن که فقط یک شعاری است، یک نیتی است که بر زبان میرانیم و چیز دیگری در این نهفته نیست، اما معانی خیلی دقیق و معانی شاید دقیق انواع توحید در لبیک اللهم لبیک در این شعار نهفته باشه. اگر میشه خود این شعار کم شرح بتین و بیان بکنید. اون لحظه‌ای که الله متعال میفرماید ابراهیم علیه السلام خانه کعبه رو تجدید بنا کرد، بله، من الله متعال امر کردم به ابراهیم علیه السلام در سوره حج، بازم این ذکر در سوره حج است، میفرماید به ابراهیم علیه السلام امر کردم که و اذن فی الناس بالحج. ابراهیم علیه السلام خانه کعبه رو بنا کرد، دستور داده شد که بلند شو برو سر یک ارتفاعی ندا بده به مردم، بگه ای مردم بیایید به سمت حج خانه الله متعال و اذن فی الناس بالحج. تو ندا بده. ابراهیم علیه السلام تنهاست در کعبه، در کنار کعبه نهایتش اسماعیل علیه السلام با ایشون و هاجر و چند نفر دیگه از قبیله جرهم که اولین ساکنین مکه هستن، کسی دیگری نیست اینجا. اما چند نفر میشنون صدای ابراهیم علیه السلام. الله متعال میفهمه تو ندا بده و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق. تو ندا بده ابراهیم، مردم با پای پیاده می آیند پیش تو، و علی کل ضامر و بر شترهای لاغرندامی که نه لاغر بوده باشند که از شدت تعب و سختی راه لاغر شدن، از مسیر راه پیاده به سوی تو میان. یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، از هر راه دور و دراز میان. اینجا رجالا هدف از نیست که پیاده، اینجا رجالا جمع رجل نیست، رجل نیست، اینجا جمع راجل است. راجل است کسی که با رجل خودش حرکت میکنه، میاد پای پیاده، با پای پیاده میاد. یأتوک رجالا پای الله متعال میفهمد. دقت بکنید خیلی تعبیر لطیفی است. تو من انقدر شوق این خانه را در دل موحدین میاندازم که تو ندا بده. رساندن ندا با من الله تعالی است. تو ندا بده، کاری نداشته باش که الان شاید ابراهیم علیه السلام گفته باشه یا الله در مکه مگه چند نفر هستن که صدای منو بشنون. و اذن فی الناس شما فرمودین، من میرسونم. شما ندا بده قبل از این که جواب ندا گفته بشه، قبل از این که شبهه‌ای پیدا بشه، الله متعال پاسخ میده. یأتوک رجالا، پای پیاده میان قبل از اینکه سواره بیان. رجالا رو قبل از سواره، اینجا پای پیاده رو قبل از سواره ذکر الله متعال، چون میدونه الله متعال که انقدر الان به والله من میدونم استاد سیغر صاحب که الان اگر این قوانین دست و پاگیر دنیای رو امروز ما نمی بود، ویزا و نمیدونم نوبت و صف، و اگر 50 سال پیش 100 سال پیش که این مرزبندی ها نبود، هر کسی بلند میشد شطوری داشت و یک سواری داشت و خدافظی میکرد و وصیت‌نامه‌اش هم مینوشت و 6 ماه 7 ماه تو راه بود رفتن و 6 ماه 7 ماه برمیگشت. همین الان اگر بگن پای پیاده هر کسی که دوست داره بره به بیت الله الحرام اجازه داره و هیچ کسی در مسیر مانش نمیشه، به نظر شما مردم نمیان؟ به والله که میان. یأتوک، الله متعال میفرماید یأتوک رجالا، الله متعال میفرماید پای پیاده میان قبل از اینکه سواره، و علی کل ضامر، سواری رو بعدش میاره. یأتین من کل فج عمیق، از هر راه دور و درازی که عمق داره در طول زمین میان. الله متعال میفرماید که اینها میان. این اصل ندا آنجا بود. این لبیک جواب اون نداست. ابراهیم علیه السلام ندا داد و اذن فی الناس بالحج. لبیک میگن.
ابراهیم علیه السلام ندا داد که ای مردم، الله متعال شما را به سمت حج بیت الله الحرام صدا میکنه و تا قیامت هر کسی از موحدین که ندای ابراهیم علیه السلام رو میشنوه میگه لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک. بار الله ندا از طرف الله تعالی است که الله تعالی شما رو به حج خانه خودش فراخوان. مردم چی میگن؟ بار الله ما شنیدیم، چشم مولای ما، چشم آقای ما، چشم سردار و مالک ما، شما ما رو ندا دادی که بریم برای حج خانه تو. ما میم لبیک اللهم بار الله ما همتن چشم قربان آماده ایم، امر بفرمایید. لبیک اللهم لبیک، چشم بار الله، چشم بار الله هم لبیک لا شریک لک، لبیک بار الله هیچ شریک برای تو نیست. این تعبیر لا شریک لک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، قبلش هم لبیک بعدش هم لبیک، در هر دو تعبیر بار الله چشم آماده ایم. توی اللهم اله ما، پروردگار با خالق ما شمایی. لبیک لا شریک لک، هیچ شریک برای شما نیست، نه در صفاتت، نه در قدرتت، نه در عظمتت، نه در اموری که خاص خودت هست. هیچ کسی به خودت نمیرسه، مثل خودت نداری. هیچ کسی در هیچ صفتی با تو برابری نمیکنه. لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. این صفت گران بود بر بعضی ها در طول تاریخ. آمدن چیکار کردن؟ آمدن در این صفت توحیدی بودن. این از اینجا معلوم میشه که این صفت، این شعار چقدر توحیدی است و چقدر گران بود بر کسانی که نمیتونستن تحمل بکنن و امروزه هم نمیتونن. الان ما لا شریک لک، هیچ شریکی نداری خدایا. علم غیب مختص خودته، سمیع مطلق خودتی، بصیر مطلق خودتی، قادر مطلق خودتی، علیم مطلق خودتی. این صفاتی که داری، صفات کمال، فقط شایسته ذات خودت هست. ولم یکن له کفوا احد. همین کفوا احد یعنی همین، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله متعال این شعار رو وقتی که قرار داده برای بندگانش، وقتی که میان خانه رو حج میکنن، این شعار سنگینه برای کسانی که در کنار همین کعبه‌ای که الان حجاج بیت الله الحرام طواف میکنن آمدن. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ آمدن، ما میدونیم در زمان رسول صلی الله علیه و سلم در کعبه چند تا بت بود؟ 360 تا بت بود، به تعداد روزای سال گذاشته بودن. حتی مجسمه ابراهیم علیه السلام که بانی کعبه بود رو هم تجدید بنا کردین، کعبه رو آورده بودن گذاشته بودن به این حجت که ابراهیم علیه السلام صدای ما رو میشنوه و وقتی که پیش اون میریم ندا میکنیم، از او کمک میطلبیم، روحش حاضر میشه در این مجسمه، روحش حلول میکنه و ندای ما رو میشنوه و میره پیش الله متعال شفاعت ما رو میکنه. و میگفتن اینها هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفاعت ما رو پیش الله تعالی میکنن. یا میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینها ما رو به الله متعال نزدیک میکنن. زلفا اینجا معنی قرب است. در این با شریک لا شریک لک رو چیکار کردن؟ آمدن مشرکین مکه آمدن گفتن خب اگر ما بریم کنار کعبه بچرخیم، الان اینجا ابراهیم، مجسمه ابراهیم، لات، هبل، عزا، این اون این هم هستن و ما این اتحاد رو داریم که اینها هم به خواست الله تعالی و به اختیار الله تعالی یک اختیارات جزئی دارن در بعضی موارد. ما بیایم کنار کعبه بگیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، این که با اون کاری که ما انجام میدیم همخوانی نداره. یک کسی از وارد اینها رو در نظر نگرفتیم، گویا جایگاه اینها رو گویی ما بی احترامی کردیم. ما این بزرگان و اولیای الله متعال رو نشناختیم. یعنی شما این نکته جناب استاد میخوایم بگین که قبل از بعثت پیامبر حتی مشرکینی که کافر بودن و مشرک بودن اونا هم حج داشتن، حج میکردن. اگر حج نبود رسول صلی الله علیه و سلم در بیعت عقبه اول و دومش اصلا مقدمه هجرت به مدینه کجا شد؟ کجا اتفاق افتاد؟ مقدمه هجرت مدینه در بیعت عقبه در منی در هنگام برگزاری مراسم حج توسط قریش قبل از هجرت رسول صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم موقع حج دستشون نبود. ما حج رسول صلی الله علیه و سلم در چه سالی داریم؟ حجشون در آخرین سال حیاتشونه، یک بار بیشتر حج نکردن و وجوب حج بعد از فتح مکه، حالا ما اولین حجی که مسلمان ها داشتن بعد از فتح مکه است، یعنی سال 8 هجرت بعد از 21 سال در مکه مکرمه
قبل از تولد رسول صلی الله علیه و سلم حتی کعبه مورد احترام بود. مورد احترام بود که ابرهه آمد تا کعبه رو خراب بکنه در همون سالی که حضرت علیه السلام به دنیا آمدن، قبل از تولد رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما چه بود؟ اما عبادتشون چی بود؟ این مهمه برای ما. خب حالا بحث لبیک بود. چی لبیک؟ اینو می‌خوایم بدونیم که الان بعضی‌ها احترام تنها به کعبه کافی نیست. این احترام به کعبه ابو جهل هم داشت. این احترام به کعبه ابو لهب هم داشتن. هم به اشهر حرام احترام داشتن، ماهای حرام ذوالقعده و ذوالحجه و محرم و حتی رجب احترام داشتن. در این ماها جنگ نمی‌کردن، خونریزی نمی‌کردن. حجاجی می آمدن، منا می‌رفتن، عرفات می‌رفتن، مزدلفه می‌رفتن. چون این حج مال ابراهیم علیه السلام، تاریخچه این از ابراهیم علیه السلام تا به الان ادامه پیدا میکنه. اینها این کارو میکردن، اما این حج رو منحرف کرده بودن. مثلا در مهمترین شعار حج که لبیک است چی میگفتن؟ به جای اینکه بگن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میگفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. لبیک اللهم لبیک میگفتن، لبیک لا شریک لک لبیک میگفتن، یه چیزی لا شریک لک بعدش الا شریک، یک قیدی اضافه میکردن که خب اون توجیه بکنن اون شرکشون رو، توجیه بکنن اون خرافات و بدعاتی که داشتن در کنار کعبه. هیچ شریکی برای تو نیست مگر آن شریکی که خودت قرار دادی و خودت مالک او هستی، الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. و هر آن چیزی هم که اون داره، ما که نمیگیم اینا خدا هستن، ما که نمیگیم که اینا در عالم اینا از پیش خود میکنن، عطا اینا عطا این شعار مشرکین طول تاریخ است. و چقدر این تعابیر آشناست برای ما در دور زمانی محمد. اینها عطا، اینها عین عطای الله تعالی است. اینها همه مال الله تعالی هستن. الله تعالی این اختیار به اینها داده، اختیار زمین و اختیار زمان و اختیار اینو اونو اینو داده به این باران و نمیدونم فلان. اینها میگفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. خودت مالک این هستی و اون چیزی که میکنه. بعدش میگفتن ان الحمد و نعمت لک و بقیه‌اش هم میخوندن. این شرک بود که در کنار حج اتفاق میافتاد و رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن و پاک کردن کعبه رو از لوث شرک، حج رو از لوث شرک، شعارهای حج رو از لوث شرک. و حتی در ما صفا و مروه می مشکل داشتیم. ما در صفا و مروه که اون موقع هم طواف میشد، ما در صفا و مروه روی صفا یک مجسمه بود، روی مروه یک مجسمه بود به اسم آصف یا ایصاف، حالا در روایت مختلف، و نائله. مرد و زنی بودن که اینها در داخل کعبه مرتکب فاحشه شدن و سنگ شدن. بعد اینها رو از هم جدا کردن قبل از میلاد رسول صلی الله علیه و سلم. مردم اینها رو از هم جدا کردن و اینها رو به عنوان عبرت یکیش روی صفا گذاشتن، یکی رو روی مروه گذاشتن. اقوام بعدی، نسل‌های بعدی آمدن گفتن نه بابا اینا از اولیای الله متعال هستن و بعد شروع کردن به عبادت اینا. بین صفا و مروه چرا طواف می‌کردن؟ اون موقع مشرکین قریش بین صفا و مروه طواف می‌کردن فقط به خاطر اینکه صفا برن پیش ایصاف یا همون آصف و در مروه برن پیش نائله و از اون کمک بخوان و به همین تعبیر اون به که اینها رو واسطه بین خود و الله متعال می‌دونستن. در کل جناب استاد اگر اجازه بدین، چون ما می‌خوایم مرتب به مال بحث صفا کردیم، ما می‌خوایم که از احرام شروع شه و بعد به طواف بریم و همین ترتیب به صفا. اما اگر اجازه بدیم قبل از اینکه به محور بعدی بحث طواف و خانه کعبه و بعدش بحث اولین بتشکن ابراهیم علیه السلام اینا بیاغازیم، یک میان برنامه کوتاه را همراه با بیننده های عزیز و گرامی میبینیم و بعدش انشالله برمیگردیم و موضوع ما را پی میگیریم. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
والنعمة لك خب عزیزان گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم با برنامه رکن پنجم، ویژه برنامه حج که موضوع این برنامه حج محراب توحید است و جناب استاد سلیمانی در خدمت ما و شما هستند تا پیرامون این موضوع روشنایی بیندازن. البته به برخی از درس‌های توحیدی برگرفته شده از اولین گامی که به سوی حج برداشته میشه، بحث احرام پوشیدن و بحث لبیک، تلبیه جناب استاد سلیمانی اشاره کردن و حالا میخوایم جناب استاد البته گام بعدی که حاج میبرداره پس از اینکه احرام میپوشه و تلبیه میگه مستقیما وارد حرم مکی میشه و در حرم مکی ما کعبه داریم، بحث طواف هست، بحث مقام ابراهیم است و بحث صفا و مروه است. در اینجا در طواف و در مقام و در صفا و مروه یا در مسعی چی درس های توحیدی نهفته است اگه به این اشاره کنیم؟ عرض کردیم که وقتی حاجی لبیک اللهم لبیک میگه و فقط همه چیز رو خاص میکنه بر الله متعال و بر همین مبنا و اعتقاد حرکت میکنه، علی خصوص بخش آخر که میفرماید که ان الحمد و النعمت لک و الملک، حمد و ستایش، هر آن چیزی که از نعمت ها هست، هر آن پادشاهی که هست، همه این قدرت مال شماست، مال الله متعال، و اعتراف میکنه به وحدانیت الله متعال در اسماء و صفاتش، در ربوبیتش، در الوهیتش که انواع اقسام سگانه توحید است که حالا دسته بندی شده برای فهم بهتر. یعنی تمام جنبه های توحیدی رو اعتراف میکنه حاجی بعد از پوشیدن اون لباس کفن و حرکت میکنه به سمت مقدس ترین مکان روی زمین که مکه مکرمه است و الله متعال میفرماید ام القری که مادر سرزمین هاست، مکه مکرمه و قلب امت اسلامی، و به صورت خصوص با در مسجد الحرام که باز حرم امن الهی است و مقدس ترین قطعه روی زمین بدون شک. وقتی حاجی چشمش میفته به کعبه مشرفه، حالا ما اون بعد روحی و بعد عاطفی و احساسی که دست میده رو حالا مد صحبت ما نیست، بیشتر وگرنه اون خودش باز عالمی است. بله. در کنار این تأثیرات روحی و عاطفی و وجدانی و ایمانی که برای زائر گذاشته میشه، از بعد اعتقادی وقتی که دور کعبه شروع میکنه به طواف، سر برهنه، پای برهنه، کفن پوشیده، بدون هیچ گونه اسم و رسمی، بدون هیچ گونه پست و مقامی، در کنار تمام مسلمانان دیگر و هیچ فرقی بین عرب و عجم و صغیر و کبیر و صغیر و هیچ صنف و جنس و طایفه با هم فرقی نمی کنن، هم یک مدل، مرد و زن قاطی دارن دور کعبه طواف میکنن. این طواف ولیطوفوا بالبیت العتیق با توجه به دستور الله متعال در سوره مبارکه حج هست که طواف بکنن کنار خانه‌ای که ارزشمنده، خانه‌ای که تاریخ داره، خانه‌ای که کهنه و انواع تعبیرات مختلفی که در ترجمه عتیق آمده. و خلاصه بحث اینه که این خانه را الله متعال عتیق فرمود چون گرانبهاست، چون با ارزشه، چون منوره، همه اینها معانی عتیق است. این دستور الله تعالی است که اینجا رو ما طواف کنیم. عبادت هر آن چیزی است که الله متعال از ما خواسته. همین عبادت که اینجا در کنار کعبه طوافی که اینجا عبادت است، در غیر کعبه هر جایی که اتفاق بیفته به نیت عبادت میشه چی؟ میشه بدعت، میشه شرک. اگر این اعتقاد باز در ظاهرش بدعته، این بدعت اگر با این اعتقاد بود که صاحب اون مکانی که طواف میکنن اون رو، کالا مثلا اگر قبری باشه، اگر اونجا یک بارگاهی باشه، اگر سنگی باشه، اگر درختی باشه، اگر نمیدونم هر چیز دیگری باشه، به این نیت طواف بشه که اون شیئی که مورد طواف قرار میگیره یک سری صفاتی داره، یک سری قدرت‌هایی داره خارق قدرت بشر و یک صفاتی داره که اون صفات با صفات الله متعال و صفاتی که خاص الله متعال است رو کسی نسبت بده به غیر الله متعال و بر اون مبنا بیاد اون مکان رو عبادت بکنه، اون میشه شرک. به خصوص اگر بخوان که حاجتایشان برآورده شود. دقیقاً این گونه است. ما الان خود طواف دور کعبه رو بر چه مبنایی جواز میدیم؟ به خاطر آیه قرآن کریم، به خاطر دستور الهی، نه به خاطر اینکه ما 4 تا سنگی که در بنای کعبه استفاده شده رو صاحب قدرت بدونیم یا تأثیری بگذاریم. حتی حجر الاسود
به خاطر اتباع از سنت رسول صلی الله علیه و سلم میبوسیم. سیدنا عمر فرمود، مقوله معروفش مشهوره، آمد به حجر رو میبوسید و مشرک اون طرفتر نگاه میکرد، دید که ها نگاه کنید، شاید در ذهنش اومد که اینها خودشون ما رو منع میکنن از پرستش بت‌ها و حاجت خواستن و بعد این خودشون سنگ‌ها رو دارن میبوسن. احساس کرد که اون در دلش چیزی آمده باشه، خطاب به این سنگ گفت تا اون رو درس بده که به خدا قسم میدونم تو یک سنگی بیشتر نیستی. اگر نمیدیدم که رسول صلی الله علیه و سلم تو رو میبوسید نمیبوسیدمت. اطاعت، عبادت، دین اون چیزی است که الله و رسول شما دادن. هر چیزی که الله و رسول به ما امر کردن، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. هیچ مرد و زن مسلمان اختیار نداره که وقتی الله متعال و رسولش چیزی رو امر کردن خودشون مختار بدونن در قبول یا عدم قبولش، باید انجام بده. سمعنا و اطعنا. یعنی نیاز نیست که امروز مثل که برخیا میگن چه حکمتی نهفته است، چی فوایدی داره، چی و چی و چی و چی. در هر آن چیزی که دین برای ما میاره قاعده کلی این است که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. در هیچ قاعده از دین الله تعالی اراده ضرر زدن و خسران بنده رو نداره. چه ما حکمت اون رو دریافته باشیم، چه حکمت اون رو در نیافته باشیم. اگر حکمت اون رو دریافتیم که فبه المراد، چه بهتر. اما ولو اینکه ما در ظاهر حکمت اون رو ندونیم، گرچه ما در بحث طواف کعبه حکمت هاست، یعنی ما اگر بخوام درباره همین صحبت بکنیم، حالا این قاعده کلی رو داریم مطرح میکنیم. در کنار کعبه الان وقتی که ما طواف میکنیم، سنگ، ما کعبه رو طواف میکنیم، سنگ، حجر اسود رو میبوسیم، سنگ، رکن یمانی رو استلام میکنیم، دست میکشیم به نیت عبادت. چون رسول صلی الله علیه و سلم این کار کرده و همین سنگ ها رو در جمرات سنگ رو برمی‌داریم بر کله سنگ دیگری میکوبیم. این بحث سنگ نیست، بحث عبادت، بحث اتباع. یک جایی یک معنا داره، جای دیگری معنای دیگری پیدا میکنه. چرا؟ اونجا حضرت اینجوری فرمود دین همینه، اسلام یعنی همین، تسلیم شدن یعنی همین. و حج یکی از مهمترین شعارهایی که داره که ابراهیم علیه السلام موصوف بون، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تسلیم شدن در برابر دستورات الله متعال که به نص صحیح و صریح برای ما ثابت شده. درباره طواف، وقتی که حاجی میاد طواف میکنه دور کعبه، الان این طواف خاص کعبه است. طواف تنها عبادتی است که فقط عبادت طواف فقط یک جا جایزه، اون هم دور خانه کعبه. در غیر از خانه کعبه هیچگاه و هیچ جایی و هیچ مکانی اجازه نداره کسی طواف بکنه به نیت عبادت رو. هیچ کسی اجازه نداره و این تنها عبادتی است و به خاطر همین هم پیشنهاد میشه بیشتر به کسانی که زائر مسجد الحرام هستن که تا میتونن اینجا به طواف مشغول باشن، چون تنها عبادتی است که فقط اینجا نصیب میشه. انسان راه میره، اون لذت عبادت طواف و اون دنیایی که طواف داره اون به جای خودش محفوظ. خود این بخش ارتباطش با توحید، ما وقتی که صحبت از توحید میکنیم، بحث گفتیم حج محراب توحیده، حالا همه اینها یکی یکی دلایل همون سوال اول برنامه ما شماست که چرا گفتیم حج محراب توحیده. چون جزءش درس توحیده، هر جزءش یک دانشگاه توحیده. در طواف خود تعظیم بیت الله الحرام یکی از دلایلی که ما طواف میکنیم به خاطر تعظیم شعائر الله است که بیت الله الحرام شعائر الله متعال است و به دستور الله تعالی از ما خواسته که این رو ما تعظیم بکنیم، تعظیمش میکنیم. از حج وقتی که از طواف تموم میشه و ثابت میشه برای یک انسان مسلمان که هیچ جای دیگه ای نباید طواف بشه، نه قبری، نه سنگی، نه درختی، نه هیچ. کعبه رو الله تعالی فرمود طواف کنیم، طوافش میکنیم. الله تعالی اگر میفهمه طواف نکنیم، طواف نمیکرد. حجر رو رسول الله بوسید، ما میبوسیم، اما رکن یمانی رو نمیبوسیم چون حضرت نبوسید، دست کشید. حتی ستون مسجد الحرام طواف نمیکنیم، خود مسجد ستوناشو نمیبوسیم، ستونه مسجد الحرام اونم ستونشه، سنگ مطاف رو، سنگ مسعار رو نمیبوسیم، سنگ حجر اسود رو نمیبوسیم، جا پای حضرت ابراهیم رو نمیبوسیم چون پیامبر نبوسیده. پیامبر جایی رو که بوسید ما میبوسیم، نبوسیدیم. سنگ رو با کلی سنگ دیگری زد میزنیم بر اون سنگ رو بوسید میبوسیم. طواف اتباعه. طواف به ما ثابت میکنه درس طواف که در خود طواف هم علاوه بر این که بحث خود تنها طواف برای کعبه رو ثابت میکنه و نه جای دیگر، خود اون شعارها، دعاهایی که خوانده میشه، اون لبیک اللهم لبیکی که بعضی میخونن، ربناهایی که گفته میشه، استمدادی که از الله متعال میشه، چرا که الله متعال از ما خواسته اونجا بریم. ما اماکنی داریم که اونجا امکان استجابت دعا بیشتره.
و یکی از اونها مسجد الحرامه و یکی از اونها در حال طوافه، یکی از اونها عرفاته، یکی از اونها در بالای صفا و مروه است، جاهایی که رسول صلی الله علیه و سلم برای ما پیشنهاد کردن که امید قبولیت دعا بیشتره اینجا. ما به همین خاطر اونجا و خود سفر به مسجد الحرام هم به سنت رسول صلی الله علیه و سلم ثابته و بر آیات قرآنی به ما اجازه داده شده که برای سفر به اونجا بریم و حج بکنیم و عبادت بکنیم. وقتی که از طواف خارج میشیم میریم پشت سر مقام ابراهیم به نص و دستور الله متعال و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، 2 رکعت نماز برید در پشت سر مقام ابراهیم نماز بخونید. باز در سنت رسول صلی الله علیه و سلم کیفیت این نماز و چگونگیشو برای ما شرح داد. 2 رکعت نماز میخونیم که سنت است و بهتر اینه که در رکعت اول سوره کافرون خوانده بشه و در سوره حمد و کافرون و سوره حمد و اخلاص هم قل والله احد در رکعت دوم. خود این نماز اولا مقام ابراهیم، از مقام ابراهیم شروع کنیم تا باز به نماز مقام برسیم. مقام ابراهیم چی هست؟ جای پای ابراهیم علیه السلام، سنگی که ابراهیم علیه السلام برای بنای تجدید بنای کعبه از اون سنگ کمک میگرفت تا ارتفاعات رو بتونه بهتر بسازه. جای پای حضرت مونده روی این سنگ به حکمت‌های الله تعالی. بعضیا گفتن که ابراهیم علیه السلام چون این سنگ روی دیواری بود میخواست که نلغزه از روی این سنگ، مقداری شکاف داد جای پای خودش رو تراشید که پا روش قرار بگیره و به راحتی نگه داره، وقتی سنگ‌های بزرگتر رو برمی‌داره نلغزه روی این سنگ. به هر حال جای پای ابراهیم علیه السلام به نص صریح ثابت است که اینجا الله تعالی می‌فرماید مقام ابراهیم، که یک از معانی مقام ابراهیم این است که جای پای ابراهیم است و معنای عام‌ترش این است که هر آن عبادتی که ابراهیم علیه السلام انجام داده در هر جایی که قدم گذاشته ابراهیم علیه السلام مقام ابراهیم حساب میشه که کل حج رو در بر میگیره. با اون تعبیر مقام ابراهیم در هر 2 حالت جای پای ابراهیم علیه السلام پدر ما که پدر ماست، ابراهیم علیه السلام جد بزرگوار رسول صلی الله علیه و سلم که الله متعال ما رو فرزندان ابراهیم خوانده. میفرماد ملت ابیکم ابراهیم، بابای شما ابراهیم. ما افتخار میکنیم که فرزندان ابراهیم علیه السلام و حتی پدر انبیا و ابو الانبیا تمام انبیاء بنی اسرائیل و من رسول صلی الله علیه و سلم از نسل ابراهیم علیه السلام هستند. ما الان ابراهیم علیه السلام کی هست؟ مقام ابراهیم، خود همین مقام ابراهیم یک تاریخ توحید رو برای ما تداعی میکنه. اگر حج غیر از مقام ابراهیم فقط، حالا عمره، حتی حج عمرم چون مقام ابراهیم رو داره، اگر فقط همین مقام ابراهیم می بود کافی بود که ما ثابت کنیم که حج محراب توحیده. اگر توحیدی هست در حج هست. این مقام ابراهیم اشاره به چی داره؟ یعنی ابراهیم علیه السلام توحید با نام حضرت ابراهیم وقتی که ابراهیم علیه السلام میاد اینجا ما میایم جای پایشون رو میبینیم. یعنی چی؟ یعنی جای پای ابراهیم بگذار. یادت نره که این آدم کی بود؟ ابراهیم کی علیه السلام؟ ان ابراهیم کان امه. ابراهیم یک امت خودش به تنهایی. بهتره جناب استاد به خاطر اینکه اصلا حضرت ابراهیم علیه السلام میتونه یکی از الگوهای عرصه توحید است. وقتی بحث توحید در قرآن میشه حتما بحثی از ابراهیم علیه السلام میشه. چه بهتر است به آیات توحیدی هم اشاره کنیم. یک بخشی از آنچه که ابراهیم علیه السلام رو به این جایگاه و مکانت رسونده. اولا که ابراهیم علیه السلام الله متعال میفرماید و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم خلیل الله تعالی است. 2 نفر از انبیای الله متعال به این درجه رسیدن که ابراهیم علیه السلام و فرزند نازنینشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. ابراهیم علیه السلام را الله متعال میفرماید ان ابراهیم کان امه. یک امتی بود به تنهایی برای خودش. ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. بسیار بردبار، بسیار توبه گزار، بسیار انسانی دردمند. ابراهیم علیه السلام انسانی صبور. ابراهیم علیه السلام انسانیه که چقدر دلسوزه در دعوت‌های خودش. وقتی حکایت ذکرش با پدرش آزر رو در سوره طه وقتی که ما در سوره مریم وقتی که ما می‌خوانیم چگونه صحبت میکنه با فرزندش و چه فداکاری‌ها که نمی‌کنه. از آنچه که در بحث توحید به ابراهیم علیه السلام مرتبطه که بحث ماست، هر جایی که الله متعال ابراهیم علیه السلام رو معرفی میکنه 2 صفت غالبا با اسم ابراهیم علیه السلام ذکر میشه و گره خورده. یکی حنیف بودن ابراهیم علیه السلام، یکی مشرک نبودنش که هر دو تا معنیش به هم نزدیک هستن. تاکید بر تاکید است. خلاصه صحبت اینه که ابراهیم علیه السلام در این تعابیر صفت مهمی که الله متعال در بسیار از آیات ذکر میکنه دوری ابراهیم علیه السلام از شرک، واسطه تراشی بین بندگان و الله تعالی، صفات الله متعال رو، صفات خاص ایشون رو به غیر از الله متعال هم نسبت دادن. هر کی میخواد باشه.
ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانی. سبحان الله. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی. چرا ابراهیم علیه السلام در حج پررنگ؟ چرا ابراهیم علیه السلام؟ چرا حج و ابراهیم؟ ابراهیم علیه السلام وقتی که ذکر میشه تنها بحث اسلام نیست، بحث مسیحیت هم میاد، بحث یهودیت هم میاد، بحث تمام ادیان آسمانی میاد. ابراهیم رو تمام ادیان آسمانی بهش احترام دارن. از معدود انبیایی است که مورد احترام تمام ادیان آسمانی است. در اصل که همه احترام داشتن ادیان آسمانی. اون چیزی که الان منتسبه، من وقتی که صحبت از ادیان آسمانی میکنم اون چیزی که امروزه منتسبه با وجود تحریفایی که در ادیان مثل مسیحیت و یهودیت اومد، الان هم یهودیان زمانه ما احترام دارن به ابراهیم علیه السلام، مسیحیان زمانه ما احترام دارن به ابراهیم علیه السلام و بلکه انقدر تلاش دارن که سعی میکنن حتی ابراهیم علیه السلام و یک بعضی میگن یهودی بود، بعضی میگن نصرانی بود. اما قرآن فرمود ما کان ابراهیم و یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. چرا اینها تلاش دارن که ابراهیم رو به خود نسبت بدن؟ به خاطر جلالت شأنش، به خاطر عظمت و بزرگواریش. الله متعال فرمود ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. مشرک نبود، مسلمان بود. ای یهودیایی که شما میگین عزیر ابن الله، ای مسیحیانی که شما میگین ان الله ثالث ثلاثه، خدا سه تاست، و ای مشرکینی که شما میگین خدا 14 تا خدا مثل خودش خلق کرده، این از مسیحا بدترن. اونا میگن 3 تا خدا، اینا میگن 14 تا. کسی که این تعبیر رو داره و هر کسی که در کنار الله تعالی من دون الله رو صفات الله متعال بهش عطا میکنه، اینها در خطاب داخلن. شما ابراهیمی نیستید. الله تعالی میخواد این گونه بگه. در حج هر کسی که ادعای پیروی ابراهیم میکنه باید بره حج، باید به کعبه احترام بگذاره چون ابراهیم احترام گذاشت، باید به مسجد الحرام احترام بگذاره، باید به حج احترام بگذاره، باید مسجد الحرام و کعبه و حج و مشاعر براش از هر عبادت دیگری، از هر مکان دیگری، اینها مقدستر باشن. اگر کسی روی زمین مکان غیر از مسجد الحرام رو مقدستر از مسجد الحرام دانست، اون انسان در مسیر ابراهیم نیست. نمیتونه ادعا بکنه ابراهیمیه، چون ابراهیم اینجا اومد، ابراهیم اینجا دعا کرد، ابراهیم اینجا آمد چه دعاهای نازنینی کرده ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه که اینها رو محو الافئده قرار بده. ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم، دلهای مردم رو متمایل کن که اینجا بیان. ورزق خانه بکن. حتی درباره ساکنین مسجد الحرام مکه مکرمه دعا کرد که ورزقهم من الثمرات، اینها را از روزی هایی که تا میخوای از این روزی ها بده. حتی دعا کرد که رسول صلی الله علیه و سلم از این منطقه رسول آخر زمان از اینها مبعوث بشه. در آیات سوره مبارکه بقره از آیه 124 به بعد که ذکر میشه حکایتش. ابراهیم علیه السلام وقتی که الله متعال معرفی میکنه ایشون رو که مشرک نیست، در دعوتش از زبان نازنین خود ابراهیم علیه السلام در سوره انعام آیه 79 میفرماید که قل انی، قولش در جای دیگه بود. الله متعال میفرماید که ابراهیم علیه السلام در قیل و قال و مجادله دعوت با قومش در آخر در آیه 68 میفرماید که الله متعال در آیه 78 میفرماید که فرمود یا قوم انی بریء مما تشرکون، من از این شرکی که شما دارید بیزارم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، من تمام روی کرد من به سمت الله تعالی است، فقط خالصانه برای الله تعالی عبادت میکنم و هیچ کس دیگری رو با او در عبادت خودم شریک قرار نمیدم. اینه که الله متعال میفرماید به رسول صلی الله علیه و سلم هم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. حتی وقتی که به رسول صلی الله علیه و سلم در سوره نحل الله متعال امر میکنه که از ابراهیم علیه السلام، رسول الله با اون جلالت شأن، با اون عظمت، رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین پیامبر تاریخ، سید ولد آدم، گل سرسبد هستی بعد از الله متعال، این انسان رو الله متعال امر میفرماید اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، از ابراهیمی که مسلمان بود، موحد بود، مشرک نبود اتباع بکن. و همین رو باز الله متعال در سوره انعام به شکل دیگری بیان میکنه، میفرماید که قل، پیامبر من بگو اننی هدانی ربی، من الله تعالی هدایت کرد. هدایت کجاست؟
هدایتی که الله متعال انجام داده کجاست؟ کی میتونه ادعا بکنه که الله تعالی او رو هدایت کرده؟ و اون اهدنا الصراط المستقیمی که هر روز در رکعت نماز میخونیم استجابت شده که این گونه باشه. در آیه 161 سوره مبارکه انعام قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم، همونی که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اینجا الله متعال معرفی میکنه که این صراط مستقیم کجاست. هر کسی که به این رسید دعاش قبول شده در اهدنا الصراط المستقیم، و هر کسی که به این نرسید راه به بیراهه برده. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. راه کعبه راه ابراهیمه، راه مستقیمه. قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. راه من راه ابراهیمه، موحد بود، مشرک نبود. قل ای پیامبر من، الان از زبان نازنین رسول صلی الله علیه و سلم دعوت ابراهیم معرفی میشه. دو عزیز، دو خلیل، پدر و پسر نازنین، دو پیامبر بزرگوار الهی. الان الله متعال راه اینها رو بیان میکنه در کنار کعبه، در حج، در مسیری که این دوتا رفتن، در جایی که این دوتا بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار کعبه و از نسل ایشون و از نسل اسماعیلی که به همراه پدرش کعبه رو تجدید بنا کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا میاد تا بفرمایند قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. نمازم، تمام عبادت‌های من، قربانی من، عبادت‌های روزانه من، تمام زندگی من، و علاوه خصوص عبادت‌هایی که در حج انجام میشه، و مرگ و زندگی من فقط به خاطر الله است. لله رب العالمین لا شریک له، هیچ شریکم براش نیست. من هیچ عبادت جانی، مالی، زبانی، هیچ اعتقاد، باوری رو به غیر الله تعالی اختصاص نمیدم. و بذلک امرت، این دستور داده شده به من. و انا اول المسلمین، و من اولین کسی هستم. رسول صلی الله علیه و سلم را الله تعالی میفرماد اینجوری بگو که در برابر این امر من تسلیم شدم. این مقام ابراهیم. خلاصشه ما هنوز چیزی نگفتیم. این مقام ابراهیم وقتی که ما میگیم، یعنی وقتی ما میگیم مقام ابراهیم، یعنی هر کسی که ادعای پیروی ابراهیم علیه السلام رو داره باید پا بگذاره در مقام ابراهیم، باید پا بگذاره در جای پایی که ابراهیم علیه السلام گذاشت، باید راهی رو بره که ابراهیم علیه السلام رفته، باید مسیری رو پیش ببره که ابراهیم علیه السلام پیش برده. این درس مقام ابراهیمه. کسی که مقام ابراهیم رو دوست نداره، کسی که کعبه رو دوست نداره، اصلا از توحید چشم پوشی کنه این آدم، نه معنای توحید رو فهمیده. کسی که با حج مشکل داره، کسی که با کعبه مشکل داره، که با مسجد الحرام مشکل داره. در نمازی که پشت سر مقام ابراهیم میخونیم، نماز میخونیم 2 رکعت، رسول صلی الله علیه و سلم خوندن. رکعت اول چی میخونن؟ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم براءت از مشرکین. این اصلا اعلان بیزاری از شرک. اگر براءت از شرک باشه اینجا حقیقتا براءت از شرک، براءت از مشرکین در مقام ابراهیم هویداست. کسانی باید دم بزنن از براءت مشرکین که خودشون مشرک نیستن، که خودشون ابراهیمی زندگی کردن، که خودشون جای پای ابراهیم قدم میگذارن، که خودشون حج براشون مقدسه، که خودشون سعی میکنن برای کعبه ارزش قائلن. نمیگن باغ وحش برای مسجد الحرام، نمیان بارگاه ها و آستان های دیگه درست بکنن که هر کسی فلانجا سر قبر فلانی، فرزند فلانی، فرزند آقای فلان 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 رفت چند میلیون حج کرده. فرق این با ابراهیم چیه؟ اینها واقعیت های موجود در قرآنه. کسی با الله تعالی با کسی تعارف نداره. هر کسی که در برابر مسجد الحرام. آیا جناب استاد چون این بحث آغاز کردین، آیا فکر نمیکنن که اینایی که این حرفا را میزنن و در عین حال خود تابع آل بیت میدانن، اینا قرآن بخوانن و از این آیات آیا آگاهی ندارن یا مفهوم درست از این آیات برشون نرسیده؟ یا چی اشکال است که حتی میبینیم که مثلا در همین مراسم حج، در همین مناسک حج میبینیم که بعضیا قربانی را به غیر الله میکنن، یعنی ذبح لغیر الله دارن. یک عده‌ای در زمان رسول صلی الله علیه و سلم هم انسان هایی که مخالفت کردن، یک عده‌ای دانسته این کارو میکردن، میدانند اما براشون مهم نیست. ترس از بین رفتن کرسی و مقام و پست و ریاست و یک عده‌ای نمیدانند، یک عده‌ای که دانسته اون کسانی که در هستن. اما عوام ما
کسانی که اینها فریب داده شدن، کسانی که با اونها حقیقت گفته نشده، کسانی که واقعا نمیدانن معنی درست دین، معنی درست توحید گفته نشده و درک نکردن معانی حقیقی حج رو، مفاهیم حقیقی حج رو، معنای براءت از شرک و مشرکین رو نفهمیدن، معنای توحید رو نفهمیدن، جایگاه کعبه و مقام ابراهیم و حج و تمام آن چیزی که در مشاعر مقدس هست رو نفهمیدن. این اگر بیان سوره حج رو فقط یک بار مرور بکنن، آیاتی که درباره حج نازل شده یک مرور بکنن، یک محتمل چیزی که درباره حج، همین سوره حج یک دفعه از اول تا آخر ترجمهش رو بخونن، اگر به نتیجه خواهند رسید. جناب استاد اگر همو ترجمه ها یا تفسیرهای رو مطالعه کنن که به دست 4 مشرک که امروز امام بصر هست این کار شده و این ترجمه و تفسیر صورت گرفته، بازم گمراه میشه. قرآن کریم استاد صیقل عزیز، قرآن کریم لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. این تلاش مذبوحانه عده‌ای که میخوان حقیقت قرآن رو دگرگونه جلوه بدن به نتیجه نمیرسه. یقینا این گونه است، به شرط اینکه ولو اینکه انسان اگر بیاد یک ترجمه خالی، فقط ولو اینکه همون ترجمه هایی که یک عده‌ای سعی کردن درش دست ببرن هم مطالعه بکنه، باز هم وجدانش بیدار میشه، مشاهده بکنه. یعنی نیاز نیست که به تفسیرهای قرآن کریم ترجمه خالی قرآن کریم را هر انسان عاقلی که بخونه، ولقد یسرنا القرآن للذکر، الله متعال میفهمه قرآن رو ساده کردیم برای فهمیدن. فهل من مدکر، آیا کسی هست که تذکر بپذیره؟ مذکر بوده اصلش، تذکر پذیرنده ای هست که بیاد کسی تذکر بپذیره، در حالی که سهل شده. خداوند خودش وعده داده که ما سهل کردیم، فقط کافی آسان گردانیم، فقط کافی یک نفری بیاد این مناسک حج رو از اول تا آخرش فقط پیگیری کنه. امروز چه اتفاقی افتاد، فردا چه اتفاقی افتاد، حجاج چی کار میکنن، چرا احرام میپوشن، کعبه چی هست، مقام ابراهیم چی هست، مردم اینجا چی میخوان، چرا عبادت میکنن، چرا عرفات میرن، چرا منی میرن، چرا مزدلفه میرن، قربانی رو چرا اینجا انجام میدن، تاریخ قربانی اسماعیل علیه السلام رو مرور کنن، سعی و تلاش هاجر در صفا و مروه رو مرور کنن، جهد و تلاش ابراهیم علیه السلام در کنار کعبه رو مرور کنن، اینکه اولین خانه‌ای است که برای عبادت انسان‌ها روی زمین بنا شده کعبه، اینها رو بررسی کنن، خود به خود حل میشه. به همین آیه قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، اگر تفکر و تدبر کنن فکر کنم که به حقیقت میرسن. هدف ما از بیان این آیات هم همین هست، هدف ما همین است که حداقل آشنا بشیم با این آیات و مفاهیم تا درک بکنیم حقیقت این موضوع رو. یعنی با در نظر داشت، با توجه به وعده که خداوند داده ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، هیچ کسی عذر نداره که بگه والله من از حقایق دور نگه داشته شدم. امروز هر کس میتونه که الحمدلله با امکاناتی که در دور زمانی ما هست دیگه این عذر واقعا عذر نابجایی است، یعنی منتفی شده، مگر اینکه انسان خودش نخواد، مگر اینکه خودش نخواد. الان حتی اگر کسی خواندن نوشتن بلد نیست، فرصت برای شنیدن و گوش کردن هست. الان این تلویزیون ها و رادیو ها و مجله، خیلی از فضاهایی که به صورت حتی نیاز به خواندن نیستن، همین تلویزیونی که بیننده بشینه جلوی تلویزیون ما گوش میکنه و میبینه بدون اینکه نیاز به خواندن داشته باشه. علاوه خصوص این موارد رو استاد صیقل عزیز در مقام ابراهیم ما وقتی که صحبت میکنیم، فضا برای صحبت بسیار زیاد هست. بخش مهمی از حج برمیگرده به ابراهیم علیه السلام و اعتقاد و باور ابراهیم و فرزند بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و سلم که در امتدادش باز ما صفا و مروه رو داریم. جناب استاد، پیش از اینکه ما بریم به سراغ صفا و مروه، به صفا و مروه برسیم، اگر اجازه بدین باز هم همراه با بیننده های عزیز و گرامی یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و برمیگردیم و ان شاء الله بحث را ادامه میدیم. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك خب بیننده های عزیز و گرامی، برگشتیم و با عرض سلام مجدد در خدمت شما هستیم با ادامه بحث حج محراب توحید. خب جناب سلیمانی صاحب، از مقام ابراهیم فکر کنم بحث ما تمام شد. در مقام ابراهیم میریم به سراغ صفا و مروه. در صفا و مروه چه درس های توحیدی نهفته است؟ مقام ابراهیم که تمام نشد، تمامش کردیم دیگه، حالا چون وقت کم است. تمام اگر من به خاطر اشاره کردم چون واقعا درس‌ها فراتر از این است. من با گذرا اشاره می‌کنیم چون وقت امکان نداره اگه ما بخوایم به شکل تفصیلی درباره خود مقام ابراهیم خودش یک صحبت برنامه بکنیم. جدا می‌خواد. یک برنامه فکر کنم یک برنامه کفاف نمی‌کنه. خب همونطور که شما فرمودید بعد از اون ترتیبی که به هر حال یک زائر در ابتدای حج، یعنی عمره‌ای که صورت میگیره، چون عمره اول حجاج، حالا برای بینندگان عزیزی که حج کردن واضح است، عزیزانی که نمیدونن، اول حاجی که متمتع هست، حج نیت حج تمتع میکنه، اول عمره انجام میده، بعد میره به مناسک حج. حالا همین حاجی تمتعی که مناسب تر است نیت حج تمتع بشه برای حج حاجی، بعد از انجام حالا نمازی که بعد از خواندن دو رکعت نمازی که سوره کافرون براءت از مشرکین رو در رکعت اول بعد از حمد داره و در رکعت دوم سوره اخلاص سراپا توحیدی رو، اون براءت از شرک، دقیقاً تأکید بر مفهوم لا اله الا الله. سوره کافرون مفهوم لا اله است، سوره اخلاص الا الله، یعنی شرح این دوتا رو ما در سوره کافرون اخلاص داریم. لا اله الا الله رو کسی میخواد معناش رو بهتر بفهمه، بیا سوره کافرون اخلاص بذاره کنار هم، ترجمه بکنه، معنی لا اله الا الله رو میفهمه کاملا. لا اله الا الله، لا الهش، حالا این بخش اولیش که براءت از شرک لا اله الا الله، این در بخش سوره کافرون خلاصه میشه، سوره اخلاص هم بعدش. بعد از اون میریم به همراه شما با همراه ابراهیم علیه السلام و هاجر، بانو هاجر عظیم، اون بانویی که واقعا انسان بعد امروز بانو در برابر عظمت این بانو واقعا میمونه که چگونه این بانو رو به تصویر بکشه که الله متعال قدمگاه این بانو رو به مانند شوهر مبارکش ماندگار ماند تا روز قیامت، مقدس کرد. استاد پیغمبر ان الصفا والمروه من شعائر الله، یعنی چی؟ صفا و مروه شعائر الله تعالی است، نزد الله تعالی مقدسه. جای پای هاجر نزد الله تعالی مقدسه. زن در دین مبین اسلام به جایی میرسه که جای پاش مقدس میشه. حالا ما روی اون بعدش و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، و احترام به این شعائر رو الله متعال اصلا تقوا دانسته و هر کدوم از این مقدسات که احترام میشه این تقوای الله متعال رو به دنبال داره. ما در صفا و مروه وقتی که میبینیم حجاج، باز هم اینجا اتباع هست. الله متعال فرمود ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه مقدسه، چشم لبیک اللهم لبیک، فرمودی مقدسه، چشم مقدسه، برید بیاید. پیامبر من این گونه به شما یاد میده که برید بیاید چشم، ما هم بریم. هاجر اینجا رفته، شما هم برید چشم. نمیگیم حالا چرا حضرت هاجر رفته زنا اینجا نمیدونن ما مرده اینجا بدویم. اتباع. در صفا و مروه وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم میرفتن اول از صفا شروع کردن، فرمودن الله تعالی اول صفا رو ذکر کرد، منم اول از صفا شروع میکنم، چون الله تعالی اول از صفا شروع کرد. ان الصفا والمروه، نفرمود ان المروه والصفا. اول صفا رو ذکر کرد حضرت فرمود چون اول صفا ذکر شد منم اول از صفا شروع میکنم طواف رو. الله متعال فرمود طواف کنید. حالا اینجا طواف یکم شکل دایره‌ای نداره مثل کعبه، یکم شکل دوره، چون طولانی هست، میریم برمیگردیم، شکل مستطیل. رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین کاری که انجام دادن در صفا و مروه که مرتبط به بحث توحیدی است، همون موضوعی که در ابتدای برنامه اشاره کردیم که مشرکین و قریش در صفا و مروه یک مجسمه روی صفا و مجسمه روی مروه گذاشته بودن، مرد و زنی رو، و اینها رو واسطه بین خود و الله تعالی می‌دانستن و اونا تقرب می‌جستن رو آمدن برداشتن و جمع کردن. و حتی صحابه که شأن نزول این آیه 158 سوره مبارکه بقره هم که درباره صفا و مروه سخن میگه، یک بخشش اینه که صحابه در ابتدا از طواف صفا و مروه به خاطر وجود این شرکیاتی که اونجا بود ابا می‌ورزیدن تا الله متعال این آیات رو نازل فرمود که شما اگر جایی، اینه برای خود ما یک درس در بحث توحید، تعاملی که با صفا و مروه شد و آیه‌ای که نازل شد و ما درس داد که اگر جایی
که مرکز توحیده، جایی که باید فقط برای توحید باشه، مساجدی که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، هر مسجدی مکان عبادت الله تعالی و توحید هست و مقدسترینشون مسجد حرام، اگر آلوده به شرک شده، اگر از مسیر اصلیش که توحید هست منحرف شده، اگر در او دعوت به شرک میشه، ندای غیر الله در او تشویق میشه، شما باید این رو برگردونید به حالت اولیش. همون گونه که رسول صلی الله علیه و سلم صفا و مروه رو که آلوده شده بود به این شرک و خرافات پاک کرد، همونجوری که کعبه رو پاک کرد از این شرک و خرافات. در روی تپه صفا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعایی که میفرمایند چه دعایی است، رو میکنن به کعبه، دست بلند میکنن، دعا میکنن که سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. سر تا پای این دعا فقط ما ذکر میکنیم، نمیتونیم شرحش بدیم، وقت نمیکنیم. بله. سر تا پاش توحیده. لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شیء. همش لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك، فقط ملک مال اونه، هیچ شریکی نداره، فقط ستایش همش مال اونه، اونه که زنده میکنه، اونه که میمیرونه، اونه که بر هر چیز قادره. باز هم در ادامه لا اله الا لا الله، اله الا، باز لا اله الا، هیچ معبود به حق جز الله تعالی وحده، فقط به وحدانیت بعد او عبادت بشه. انجز وعده، وعدی که من داده بود که فتح میکنیم مکه رو برآورده کرد. و نصر عبده، بنده رو اونه که یاری میکنه. و هزم الاحزاب وحده، و اونه که تمام دشمنان رو به تنهایی از بین میبره. یعنی فقط باید به الله تعالی. اینجا این در صفا گفت جناب استاد، این رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی تپه صفا در عین جایی که برای اولین بار وقت دعوت توحیدی را اعلان میکنن، از طرف دعوت در صفا وقتی که علنی شروع شد، دعوت علنی روی همین مکانی بود که الان بعد از حدود اونجا تکذیب شدن، اینجا الان دیگه حدود 18 سال بعد 18 سال بعد حدوداً این همین دعا رو اینجا بعد از فتح مکه میکنن. الله انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده، و پیروز شدن. و این خود دعا برای ما مشخصه که چقدر در صفا و مروه بحث توحید پررنگه. و همینطور از صفا و مروه و مسجد حرام اگر بخوایم با همراه شما باز خارج بشیم، بله، چون اگر اینجا توقف کنیم و به شرح این دعا بپردازیم و به معالم و مشخصه و نشانه های دیگه بپردازیم، فکر کنم که از رکن اعظم که عرفات است از اون میمونیم. میریم مستقیم به عرفات بریم. در عرفات درس های توحیدی که در عرفات است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الحج و عرفه، مهمترین رکن حج عرفه است. عرفات از صبح روز 9 ذوالحجه تا غروب 9 ذوالحجه که شب عید میشه، حجاج همه در عرفات میرن و بخشی از روز حداقلش در عرفات میگذرونن بلا استثناء. در عرفات برای ما درس هاست. عرفات جاییه که ما جشن تکمیل دین ما گرفتیم. این آیه بر رسول صلی الله علیه و سلم از بخشی از آیه 3 سوره مبارکه مائده نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد از انجام رکن اصلی حج که تنها رکن باقی مانده 5 رکن اسلام بود، از توحید و نماز و روزه و زکات و حج باقی مانده بود که مهمترین رکنش عرفه بود، که بعد از اتمام مهمترین رکن حج گویی که 5 رکن اصلی اسلام کامل شد و دین به پایان رسید و رسول صلی الله علیه و سلم بر ایشون این آیه نازل شد و اونجا ما جشن پیروزی و جشن تکمیل دین رو در عرفات گرفتیم از یک سو، و از سوی دیگری دعاهایی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن در عرفات و فرمودن بهترین دعایی که من و انبیای قبل از گذشته ما در عرفات کردیم چی بود؟ اون دعا هم خیلی شبیه به دعایی که در روی صفا میشه. بازم با این شروع میشه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر. و این بیده الخیر در این دعا نداره، در یک روایتی و له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. این دقیقاً باز تمام انواع توحید، انواع و اقسام توحید و رد شرک رو در خودش داره. و اون دعاهای خاصی که رسول صلی الله علیه و سلم داشتن در عرفات، با اون سخنرانی هایی که رسول صلی الله علیه و سلم، خطبه‌ای که در عرفات داشتن، خطبه معروفی که در عرفات رسول صلی الله علیه و سلم بیان فرمودن که ان شاء الله باز در روزهای عرفات ان شاء الله بهش بیشتر خواهیم پرداخت. در عرفات هم ما آنچه که می‌بینیم جز توحید. در عرفات فقط یا الله گفتن است و
یا رحمان گفتن است و یا رحیم گفتن است و یا گویی تجدید بیعت است که با خداوند دقیقاً. و بعضی از مفسرین هم گفتن حتی اون پیمان اولیه‌ای که از انسان‌ها گرفته شد در آیه 170 که سوره اعراف بهش اشاره میشه و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی. اون پیمانی که به اسم پیمان الست بعضی‌ها معرفی کنن که الله متعال قبل از خلقت انسان‌ها همه ارواح انسان‌ها رو که در نسل آدم قرار بود وجود بیان در میدان عرفات گفته میشه که یکی از روایت‌ها این است که یکی از بیان‌ها که در صحرای عرفات جمع کرد و از اونها این پیمان رو گرفت و پرسید که آیا پروردگار شما نیستم و همه بلا استثناء همه فرزندان آدم علیه السلام اعتراف کردن که بله. و این پیمان گویی که در عرفات باز ما در عرفات وقتی که جمع میشیم داریم برمیگردیم به تاریخ چند میلیون سال گذشته خودمان و تجدید پیمان میکنیم با الله متعال در عرفات. ما در عرفات دوباره تجدید بیعت میکنیم با اون قول توحیدی که به الله متعال دادیم، با اون پیمان توحیدی که با الله تعالی بستیم تجدید پیمان میکنیم در عرفات و این ادامه پیدا میکنه در منا و مزدلفه و روز عید در قربانی. ما وقتی که فقط قربانی رو برای الله تعالی انجام بدیم و حتی به مانند ابراهیم علیه السلام حاضر میشیم که عزیزترین سرمایه‌های خودمون رو خاص برای الله تعالی قربان بکنیم و برای الله تعالی به مبارزه با شیطان میپردازیم و برای الله متعال این روزها رو ادامه میدیم و همه جز هر جا که ما حساب بکنیم همه اینها برای ما لحظه لحظهش قدم به قدمش درس توحیده. خب اگر باز هم یک اشاره کوتاه به درسی که در مزدلفه و در منا نهفته است، خیلی کوتاه، چون انشاءالله در روزهای بعدی، روزهای هفتم، روزهای هشتم، به خصوص روز 10 و 11 باز انشاءالله 10 و 11 ذوالحجه ما مفصلا پیرامون درس های توحیدی که در قربانی و در جمرات نهفته است صحبت میکنیم. خیلی کوتاه اگر بخوایم درباره این قسمت از حج صحبت بکنیم، از عرفات و مزدلفه و منا، در آیه 196 به بعد از سوره مبارکه بقره کلام تعالی در آیه 196 میفرماید و اتم الحج والعمره لله. حج عمره خالص فقط باید برای الله تعالی باشه. در این آیات شرحی داده میشه بر مناسک حج در آیه 197 98 99. در آیه 199 ما اشاره داریم از خروج حجاج از عرفات رو ما داریم. بله. فاذا افضتم من عرفات، وقتی از عرفات خارج شدید، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، در مشعر الحرام که همون مزدلفه نام دیگرش هست الله تعالی رو ذکر کنید. فاذکروا الله ذکرا، کیو ذکر کنید؟ الله رو. آیا کسی دیگری اینجا ذکر شده؟ نه خیر. آیا گفته شده که به فلان و فلان و فلان هم اینا میتونن به شما کمک بکنن؟ آیا مثل مشرکین و قریش که میگفتن لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک، اینجا جایی داره؟ نه خیر. اینجا معنایی داره. در این آیات از 196 تا 203 سوره مبارکه بقره که این شب‌ها رو برای ما معرفی میکنه و روزهای بعدش رو، شب مزدلفه رو، روز عید رو و روزهای جمرات رو، رمی جمرات 11 12 و 13 هم رو. در این آیات چیزی که بسیار پررنگه، فذکر الله، چندین بار این تعبیر ذکر میشه. و استغفر الله، استغفار بکنید. فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. دعای معروف ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار که از جامع ترین دعاهایی است که در خلال آیات حج ذکر میشه و مختصر و مفید و جامع. الله تعالی یا الله در دنیا به ما نیکی بده، آن چیزی که احساس میکنی به ما خوبه، و در آخرت هم به ما نیکی بده. همه اینها اشاره به توحید داره. همه اینها ذکر الله متعال، تنها از الله متعال خواستن، طلب بخشش از او کردن، یاد ایشون بودن، دعا کردن، فقط از او خواستن. همه اینها در مزدلفه‌ای که یادآور فاصله بین دنیا و فاصله بین آخرت، اون روز عید قربان که و دیگه خودش یک محشری است. گویی که انسان در شب مزدلفه وقتی که اونجا با کفن میخوابه، انگار که فاصله برزخ بین دنیا و آخرت رو بعد از عرفاتی که اون محشری که برپا بود، گویی اونجا رو تجربه میکنه. وقتی که از خواب بلند میشه، گویی که در روز قیامت دوباره حشر شده و همه یک دفعه حرکت میکنن به سمت منا میرن، حرکت میکنن به سمت مسجد الحرام میرن. و در جزش همونجوری که اشاره کردیم در این آیات، من پیشنهاد میکنم عزیزانی که از آیه 196 تا 203 سوره مبارکه بقره رو با توجه دقت بیشتری ببینن، یا حتی ما در همین باب برنامه هم در حال پخش داریم که آیات حج رو
سعی کردیم که به صورت گذرا ولو درش توضیح بدیم. ان شاء الله با پیگیری این برنامه بیشتر و بیشتر عزیزان در خلال این درس‌ها قرار خواهند گرفت. خب جناب استاد، در 4 دقیقه آخر برنامه قرار داریم و میخوام که خلاصه آنچه گفته شد، خلاصه بحث ها را باز هم در پرتو آیات قرآنی اشاره کنین، فقط به خلاصه بحث. اجازه بدید که خلاصه صحبت بحث توحید و حج رو از سوره حج بگیم، در پایان سوره حج که خلاصه خود حج الله مطار در سوره حج مطرح میکنه. همونجوری که بیشتر اشاره کردیم، سوره حج سوره است که مرتبط به حج و مسما به حج هست و ابتدا به انتهایش یقینا درباره حج هست. در آخرین آیات سوره مبارکه حج الله مطار در آیه 73 باز خطاب به کل انسان ها میفرماید یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. این آیه در سوره حج و در آیات آخر سوره حج هم هست. یعنی یکی از سوره مهمه، این مهمه، جای این آیه خیلی مهمه، این درس داره برای ما. چرا این آیه به این مهمی که درباره توحید در پایان سوره حج گنجانده شده؟ چون حج باید ما رو در پایان به این مفهوم برسونه. چون اون که میگیم حج محراب توحیده، یعنی ما باید وقتی که از حج خارج میشیم معنای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک رو بعد بتونیم در زندگی پیاده بکنیم. بعد تمام عبادت ها رو معنا موحد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین رو باید بتونیم دیگه تمرین کرده باشیم. این چند روز تمرین بود برای این چیزا، باید اینا رو در زندگی اجرا کنیم. یا ایها الناس آیه 73 سوره حج ضرب مثلا، یک مثالی زده شده، فاستمعوا له، خوب گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، کسانی رو که غیر از الله تعالی به فریاد میخوانید. توی حج شما کفن پوشیدید، اومدید کعبه، مسجد الحرام، اون طرف عرفات، منا، مزدلفه، رمی جمرات، همه اینها شما رو بعد فقط به الله تعالی وصل میکرد. همه اینها شما رو بعد از غیر الله تعالی میبرید. و اگر هنوز چیزی مونده، یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، خوب گوش کنید. این خلاصه های آخر درس حج دیگه در سوره حج. ان الذين تدعون من دون الله، کسانی که غیر از الله تعالی میخوانید، لا يخلقوا ذبابا، هرگز اینها نمیتونن که یک مگسی خلق کنن. ولا اجتمعوا له، همشون هم اگه دست به دست هم بدن، همونایی که قریش میگفتن الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک، مراد همونا هستن. مراد اون کسانی هستن که بعضیا اونها رو صاحب اختیار رو در عالم میدونن، در برابر الله متعال، در کنار الله متعال، هم ردیف با الله متعال، یا صفاتی که خاص الله متعال هست رو به اونها دادن. کسانی رو که به غیر از الله تعالی به فریاد میخوانید، اینها هرگز نمیتونن که یک مگسی خلق بکنن و اگر مگسی از اینها چیزی رو بگیره نمیتونن از اون پس بگیرن. هم طالب هم مطلوب، ضعف الطالب و المطلوب. اون کسی که از اینا کمک میخواد و اون کسی که مورد کمک قرار میگیره، هر دو تا ضعیفن و این به خاطر چی است؟ ما قدر الله حق قدره، الله رو اونگونه که باید بشناسن نشناختن. و اگر در حج انسان واقعا دروس حج رو پشت سر بگذاره و دقت بکنه و تمرکز بکنه، الله رو اونگونه که باید بشناسه میشناسه و به این شرک مبتلا نمیشه. جناب استاد، فکر کنم که به همین خاطر است و آخوندهای که در تهران و امروز در برخی از کشورهای دیگر هم وجود دارند و بازار شرک و بت پرستی را گرم نگه داشتن، با توجه به آیه معنای آیه مفهوم آیه را درک میکنن، برای به همین خاطر و به همین سبب خواستند که به هر بهانه توخالی و واهی که شده امسال حجاج ایرانی زائران ایران زمین را از آمدن به حج منع کنند. این طبیعی هست استاد صیغه، نباید بیشتر انتظار داشت. اینها وقتی که در تهران برای اهل سنت مسجد نمیدادن چون از این میترسیدن. وقتی که می آمدن در مسجد الحرام و به هر حال همزبانان ما فارسی زبان هر جای دنیا که آمدن و متأثر شدن و برگشتند و کسانی که در ایران کلا زندگی کردن به قول خودشون سنی زده شدن، راهی نداشتن جز این که این محراب توحید رو ببندن، کسی اینجا نیاد و یاد و انشاءالله بستر میتونن. انشاءالله ما شاهد آمدن حجاج گرامی به سرزمین وحی در سالهای بعدی خواهیم بود. و وقت برنامه امروزمان ویژه برنامه حج رکن پنجم در همین دقایق به پایان رسید. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما عزیزان را به پناه پروردگار یکتای بی همتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر جناب استاد سلیمانی که باز هم در یکی دیگر از برنامه‌های لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك.